با درود شما میشه خواهش کنم خودتون رو معرفی کنین و دلیلی که تو این جمعیتی که اینجا هستن شرکت کردین چیست؟ خدمت شما هست که من امیرحسین هستم. حالا دلیل خاصی نمیخواد، میدونین که واقعا تو ایران دارن مردم رو روز روشن میکشن، زیر ماشین میبرن. واقعا رژیم کثیف اسلامی که تو ایران هستش داره واقعا خون جوونا رو میریزه رو زمین. ما هم واسطادیم اینجا بگیم خارج از کشور حداقل کاری که تو ایران نمیتونیم برای شما بکنین، صدای شما رو جهانیان برسونیم. سپاسگزارم. شما فکر می‌کنید تأثیر هم داشته باشه در این کشور خارج بودن این شلوغی‌های جمعیت‌های علیه جمهوری اسلامی؟ قطعاً حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که خارجی‌ها رو مطلع کنیم فقط از اوضاعی که تو ایران داره میگذره. چه دلیلی داره که تو جایی هستین که احزاب مختلف هست؟ آیا بیشتر فکر نمی‌کنین که دنبال یک رنگ باشین، سبز یا سفید یا قرمز بهتره؟ ببینید الان همه ما با نام واحد ایران داریم اینجا جمع شدیم، حالا منهای بعضی از احزاب که دوست ندارن، ولی من خودم برای ایران اومدم و دوست دارم که برای مملکتم که ایران هست مبارزه بکنم. یعنی شما فکر می‌کنین ایران درش اندیشه‌های مختلف هست، به خاطر اون جزء این گروه هستین؟ 100% در ایران اندیشه‌های مختلف هست، همه اندیشه‌های مختلف در کنار هم برای نام آزادی دارن می‌جنگن. شما خودتون جزء چه گروهی هستین؟ من عضو نمیدونم چه گروهی هستم، ولی میتونم بگم که من عضو گروهی هستم که دموکراسی برای ایران بخواد بیاره. من دموکراسی و مردم برای خودشون بیارن. بخاطر اینکه زن و مرد برابر باشن و همه مرفه زندگی. بسیار از شما سپاسگزارم. خیلی ممنون. موفق و پیروز باشید. به ضرب ببخشید خانم، میشه خودتون رو معرفی کنین و هدفتون از شرکت تو این جمعیتی که اینجا جمع شدن؟ ستاره سلطانی هستم و ما امروز اینجا جمع شدیم چون همزمانی با 22 بهمن توی ایران هست و ما اینجا اومدیم اعلام کنیم به مردم ایران که ما هستیم پشتشون و برای سرنگونی ایران هر کاری که از دستمون بر بیاد همینجا. شما فکر می‌کنین این تظاهرات و این دور هم جمع شدن در خارج تأثیری داشته باشه، کمکی برای ملت ایران بشه؟ مطمئناً داره، وگرنه مردم ایران تنها هر کاری که دارن میکنن مردم ایران دارن میکنن تو خود ایران، ولی به هر حال وقتی که ببینم ما اینجا پشتشون هستیم و حمایتشون میکنیم با دلگرمی بیشتری میزن تو خیابونا و مقابله میکنن با رژیم. نظر شما در مورد اندیشه ها و یا احزاب مختلف در کنار هم بودن بهتره یا اینکه فقط یک رنگ سبز یا قرمز بره جلو و مردم بیفتن جلوش؟ من فکر می‌کنم هیچ رنگ و پرچمی نباید ملاک باشه. ما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی باید دست به دست همدیگه بدیم تا بتونیم راهی رو که داریم میریم پیش ببریم. بهترین کار همینیه که الان ما انجام دادیم، همه احزاب کنار همدیگه ایستادیم و یک صدا میگیم مرگ بر جمهوری اسلامی. بسیار سپاسگزارم از سخنان شما. مرسی. درود بر شما. ببخشید شما میتونید خودتون رو معرفی کنین و دلیلی که توی این جمعیت شرکت کردین باشون دارین شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بدین رو برام توضیح بدین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من امیرحسین صابونی هستم، اعضای هیئت مدیره ستاد ایران سولیداریته. ما اومدیم اینجا که هم کاری کنیم با مردم ایران که در کشور خودمون تو ایران هم دارن مبارزه میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستن، برای اینکه مخالف رژیم هستن، مخالف خامنه‌ای هستن، مخالف احمدی‌نژاد هستن، به خاطر اینکه همه حق و انتخابشون همش دست یه نفره، دست یه دیکتاتور بزرگ تو ایران. نظر شما با بودن احزاب مختلف در یک جا بهتره یا فقط یک رنگ یا نه همه احزاب باید دور هم باشن، باید زندگی هم فکری توش باشه، باید توی یه مملکت هم فکری باشه، همه جای دنیا الان هم فکریه. حالا چه یه حزب قرمز باشه، چه یه حزب سبز باشه، چه سلطنت طلب باشه، فرق نمیکنه واسه ما. شما فکر میکنین آینده ایران طرف چی کسایی مشخص بشه، مردم ایران یا احزاب سبز و سفید و قرمز؟ آینده ایران به دست مردم ایرانه. بسیار از شما سپاسگزارم. زنده و پیروز باشید. ممنون.
ببخشید میشه لطفاً خودتون رو معرفی کنین که شما کی هستین و اینجا چیکار میکنین توی این جمعیت؟ من روزبه زنیفر هستم، مسئول ایران سولیداریته توی یوتیوبر یا ستاد همبستگی با مردم ایران و اینجا تحسنی داریم به مناسبت 22 بهمن یا در 11 فوریه میلادیش و میخوایم همبستگی خودمون رو با جنبش سرنگونی طلب ایران اعلام بکنیم و حمایت خودمون رو از مردم ایران. شما فکر می‌کنید تأثیری داره بودن شما در تظاهرات‌هایی در خارج انجام میشه یا این گروه بندی‌هایی که در خارج انجام میشه؟ 100% به هر حال بدون تاثیر نخواهد بود، چون که ما از این ور مدیا، تلویزیون و روزنامه‌هایی که در این کشور وجود داره، در سوئد وجود داره رو تحت تاثیر قرار میدیم و میان فیلم میگیرن، مینویسن در مورد این موضوع و همین باعث پخش شدن این موضوع میشه بین سوئدی ها. از احزاب مختلف دعوت کردیم احزاب سوئدی که بیان اینجا صحبت بکنن و اونها میتونن بیان و این همبستگی ما رو اعلام کنن به احزاب خودشون. شما که از دل مردم جوان ایران تشریف آوردین خارج به خاطر که در ایران نتونستین زندگی کنین، نظر شما چیه هست در مورد احزاب؟ آیا بهتره که یک رنگ یک حزب باشه یا احزاب و اندیشه‌های مختلف در کنار هم برای آزادی ایران باشه؟ احزاب اینکه احزاب مختلفی باشه به خاطر اینکه همه فکر و نظر مختلفی دارن، این خوبه. حالت دموکراسی وجود داره، احزاب مختلفی وجود داشته باشه، ولی این که بخوان هدف باعث بشن که کار همدیگه دخالت بکنن و نذارن همه با هدفشون برسن، این مشکله. ولی به نظرم هیچ اشکالی نداره آدم از احزاب مختلف باشه ولی هدف مشترکی داشته باشه و در رسیدن به اون هدف همدیگه رو کمک بکنه. درسته که با اعتقادات مختلفی وجود داره ولی اینکه با همدیگه کمک کنن در رسیدن به اون هدف، این خیلی مهمه. خب هدف مشترک ما چی میتونه باشه آقای روزبه؟ مسلم ترین هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامی هست، یعنی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و اینکه یک سری ها میگن که ما اصلاح پذیر میتونیم اصلاح کنیم این رژیم ها، اصلا امکان وجود نداره. به خاطر اینکه فرض کنید که رژیمی که اعدام میکنه، رژیمی که زندانی سیاسی داره، رژیمی که به زور تو سر زنها میذاره تا حجاب بکنه، شما هر کدوم از اینها رو بخوای ازش بگیری باعث سرنگونیش میشه. برای همین این رژیم نمیتونه اصلاح پذیر باشه. کسانی که میگن اصلاح پذیر این رژیم میتونه باشه، میتونن بگن کسانی هستن که خودشون منافع دارن در بودن رژیم جمهوری اسلامی، یعنی منافعشون در گروه این رژیم هستش. وگرنه هیچ کسی که انسان دوست باشه مخالف با اعدام، مخالف با زندانی سیاسی، مخالف با شکنجه است، مخالف با هر گونه تجاوز به حقوق مردمی هست. برای همین این رژیم نمیتونه اصلاح پذیر باشه و هدف اصلی ما، هدف بیشتر اپوزیسیون ها سرنگونی جمهوری اسلامی. میشه شما خواهش کنم که یک بار دیگه بفرمایید که جزء چه گروهی هستین؟ که ایران سولیداریته هست یا ستاد همبستگی با مردم ایران که ما 10 تا خواسته داریم. مهمترین اونها لغو مجازات اعدام، شکنجه، آزادی زندانی سیاسی، جدایی مذهب به طور کلی از سیاست و اینکه برابری زن و مرد. بسیار سپاسگزارم. پیروز باشید.